رادیو اکتیو. سلام به شما هموطنان عزیز و همراهان همیشگی رادیو اکتیو. امیدوارم که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست و سرفراز و سرشار باشید. منم سلام میکنم و امیدوارم حالت، مالت، کسبت، کارت، روزت، ماهت، سالت، جسمت، جانت، وانت، قندت، بندت، اورت، قورت، دیسکت، ریسکت، شالت، بالت خراب شد. بابا موسه چی میگی؟ همین دیگه، این یارو آخونده بود رپ میخوند، میخواستم ادا اونو در بیارم نشد. یه بار دیگه بریم، میشه یه بار دیگه بریم. میخوام یه چیزی تو مایه این حاجیه بشه. کدوم حاجیه؟ این دیگه گوش کن الان بعد میذارم اینجا دارمش. نکن. شما اگر دخترت مشکل داره، پسرت مشکل داره، دومادت مشکل داره، شغلت مشکل داره، مریضی داری، زنت مریضه، مالت، کسبت، کارت، شغلت، چشمت، گوشت، معدت، رودت، قندت، دورت، مالت، کسبت، کارت، شغلت، چشمت، گوشت، معدت، رودت، قندت، محسن جان بیخیال شو، بذار بریم به کار و برنامه‌مون برسیم. بریم شاید ما هم برسیم. بریم. در شروع برنامه نگاهی داریم به اهم اخبار. موحدی کرمانی امام جمعه نمره موقت تهران گفت هرچه گله دارید فعلا همه را کنار بگذارید و سر صندوق‌ها حاضر شوید، نکند انتخابات پرشور نباشد. آقا آرزو به دل موندیم یه بار یه مرجع تقلیدی، یه امام جمعه‌ای، آخوندی بگه نکند هواپیما سقوط کند، نکند موشک بزنیم، نکند ویروس کرونا وارد شود، نکند بنزین گران شود، نکند هوا آلوده شود. تو کشی ما رو. نمیگی ما یه تصمیم تایم پاره کنیم؟ آخوند محمدی عراقی عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت مردم ما با بیکاری و فقر روبرو هستند و از دستاوردهای انقلاب خبر ندارند. بابا این یارو خیلی تعطیل تشریف داره. همه دستاوردهای نظام و آخوندها همین بیکاری و فقر و بدبختیه دیگه. شما کجا دارین دنبال دستاورد میگردین؟ اشتب میزنی داداش. نکنین درختا نمیذارن جنگلو ببینی. هواپیمای ماهشهر تهران قبل از پرواز از باند خارج شد و عرض خیابان را قطع کرد و در کنار پارک نسترن متوقف شد. بله، بعدش رفتن جعبه سیاهشو خوندن، دیدن بدبخت هواپیمای از ترس اینکه با موشک بزننش قصد داشته سینه خیز بقیه مسیر رو بره. بنده خدا چشم هواپیما هم ترسیده دیگه. خب حق دارن. آخوند روحانی گفت که چرا ادارات از مردم کپی کارت ملی میخواهند؟ آقا بالاخره ما نفهمیدیم این رئیس جمهور این نظامه یا مجری مسابقه هفته؟ همش سوال میکنه. خب چرا اما میپرسی؟ چرا کارت ملی میخوان؟ چرا بنزین گرون شده؟ چرا برجام نگرفت؟ چرا مقام عظما ناقصه؟ تو کیش میشی؟ تو کیو؟ الیاس حضرتی نماینده مجلس گفت دوران پول مفت نفت تمام شده و دیگر باید کار کنیم. به کی گفته؟ کی باید کار کنه؟ نماینده ها، آقازاده ها، دولت، مسئولین، مجمع تشخیص، مقام معظم، کی؟ وی در ادامه گفت برای اعمال فشارهای مالیاتی باید دست سازمان مالیاتی را باز بگذاریم. صحنه‌شو گیزیدم. منظورش اینه که مردم عادی باز بیشتر کار کنن که مالیات بدن. خب از اول میگفتی چرا علما رو میپیچونی؟ وزیر جوان ارتباطات دولت روحانی گفت در شورای عالی فضای مجازی مصوب شد که تا سال 1404 اندازه اقتصاد دیجیتال ایران 10% کل اقتصاد کشور شود. آجی تو انگشت اطلاعاتی تو از رو دکمه فیلتر بردار، دم به دقیقه اینترنت رو قطع نکن، فضای دیجیتال راه خودش رو پیدا میکنه. شما فقط بکش کنار بذار باد بیاد. معاون عمرانی استاندار تهران گفت استقرار یک جگرکی سیار در کنار دستگاه سنجش آلودگی باعث افزایش شاخص آلودگی هوا شده بود. آقا واقعا من شرمندم که دیگه اینجا هیچ حرفی برای گفتن ندارم. یعنی دیگه از این بعد مخلوط، جیگر، خیر خوشگوش اینا نیست دیگه. آقا این مرحله که اینا وارد شدن برای مستر بین و چارلی چاپلین هم قفله. یعنی این حرفو به کاکتوس بزنی هلو میده یکی اینقدر. داستان ممنوعیت‌ها در نظام ولایت از اون داستان‌های بی‌پایانه.
سق آخوندها رو با ممنوع کردن برداشتن، رو همه چی یه مهر ممنوعیت میکوبن و خلاص. یه نمونه رو با هم مرور کنیم. به 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 به، چه طبیعت زیبایی. یاد قدیما بخیر. ما با هم چقدر خاطره داریم پسر. میگم یاد ایام جوانی یه دونه از اون ترانه قشنگا رو بخون دورهمی کیف کنیم رفیق. آره یادش بخیر واقعا. ولی شرمندم نمیتونم بخونم. یه چند سالی هست که سر یه قضیه منو ممنوع آواز کردن. آره آخ 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 چقدر بد. عیب نداره. پس من آواز میخونم تو دست بزن. والا چطوری بگم، من 1-2 ساله سر یه موضوع دیگه این ممنوع دستم هستم. ببخشید دیگه، خلاصه شرمنده. آخه چه بد. ایراد نداره، من هم خودم میخونم هم دست میزنم. تو پاشو یه ریزه بیا یه تکونی بده ببینیم چیکار. شرمندتم رفیقا، نمیخواستم اینجوری بشه، ولی از 6 ماه پیش سر یه قضیه ممنوع تکونم شدم حقیقت. ای بابا. آره دیگه. خب ببین اصلا من خودم میزنم، خودم میخونم، خودم میتکونم. تو هم تماشا کن یادی از گذشته ها بکنی. اینم نمیشه، شرمنده. من از ماه پیش یه قضیه بود، سر اون قضیه دیگه ممنوع تماشا هم شدم دیگه. ممنوع تماشا؟ آره. شوخی میکنی یا جدی میگی؟ نه رفیق، شوخی چیه؟ من سر یه قضیه ممنوع شوخی هم هستم، اصلا نمیتونم شوخی کنم. آقا گرفتی ما رو سر کاریه. پاشو بابا، نخواستیم اصلا. پاشو برگردیم بریم هر کی بره خونه خودش. اینم شرمندتم، من نمیتونم باهات بیام. سر یه قضیه از هفته پیش ممنوع راه رفتنم شدم دیگه. ببخشید خلاصه. آقا برو عمو، برو خودتو فیلم کن. من رفتم اصلا. خداحافظ. کجا میری؟ واقعا شرمندم. بابا بیا، نازیلم است. سر یه قضیه من ممنوع خداحافظی ام، وگرنه مد خداحافظی هم میکردم. حالا کجا میری؟ صبر کن، یاد ایام قدیم کنیم. واسا. ای بابا. مهران، این بابا بزرگت بود، خبری داری ازش؟ سر میزنی بهش؟ آخه بابا رو میگی؟ عزیز دله. آره گگوداری لابلای کارای تماسکی میگیرم باش. خیلی خوش صحبت بود، یه ذره عصبی بود ولی شیرینه حقیقت. اعصابش که بنده خدا الان بدترم شده، ولی الان گفتی خوبه یه تماس بگیریم ببینیم حالش چطوری، صحبتی باش بکنیم. نظرت چیه؟ آره به نظرم این تلفنم که دکور نیست اینجا، تو سناریو بوده دیگه، یه استفاده بکنیم ازش. حالا البته این سیمش که به هیچ جا وصل نیست، ولی خب حالا تو یه تماس باش بگیر. آره آره محسن جان، مهم سیم دله که وصله. خب بذار من شمارهشو بگیرم. تو الان شماره گرفتی مثلا؟ پیش شماره بورکینافاسو هم 2 رقمی نیست. آقا میذاری تماس بگیریم یا نه؟ الو بابا سلام، خوبی؟ ته غلط کردی، دمیان دهنت بزنم که موفقه کشاورزا رو ته پرداخت کردنی. ببخشید بابا، فکر کنم اشتباه گرفتی. من مهرانم. سلام مهران جان، قربانت من برم بابا. قربانت خوب هستی؟ خوبی؟ با تو نبودم عزیز جان. ته خوبی قربانت من برم. قربانت، حالت چطوره؟ من خوبم. ای بر پدر آدم دروغگو لعنت. با منی؟ نه بابا، با تو نیستم عزیزم. تو خوبی؟ پس با کیه؟ عصبیه ها. بابا جان ببین مراقب این بیماریه هستی یا نه؟ بیماری؟ کدوم بیماری رو تکونیته؟ همین بیماری مصریه. موروثیه. ما خانوادتم یه بیماری موروثی داریم، اونم بیپولیه که هم بابا بزرگم گرفته بود، هم بابام داشته، منم گرفتم. تا هم اگه داری هم من گرفتیه. بابا اون بیماری رو نمیگیرم، گفتم مصری، منظورم این بیماری کروناست. زر اضافه نزن. چرا از اوضاع کشور خودت نمیگی؟ بابا با منی؟ نه بابا، با شما نیستم. آخه عزیز جان، مهران جان، کرونا کجا بود؟ کرونا خودش هم بخواد بیاد نمیتونه بیاد. آخه یعنی چی نمیتونه بیاد؟ آخه چجوری میخواد بیاد؟ با هواپیما بخواد بیاد یا سقوط میکنه یا با موشک بزننش. با قطار بیاد از ریل خارج میشه، با کشتی بیاد غرق میشه، با اتوبوس بیاد چپ میکنه. پس نگران نباش، گور پدرت با اون قیافه مندرست با اون اول و آخرت کردن. بابا با منی؟ هی میگه با منی. بابا جان، این تلویزیون روشنه، این مرتیکه ناقص الجسم خامنه ای داره فک بی مورد میزنه. من با اونم بزنم کلش دیده به میان بیر بزنم دتا بکنه مثل وسطه. بابا آخه مگه مجبوری نگاه کنی؟ خب بزن الان زنده پیک شادی رو ببین. ای راست گفتی. بذار کانال رو من بزنم. ای پسر، آخه چه اینطوری شدی؟ آخه چرا اینقدر قیافت داغون شده؟ اون گل کیه کنارت نشسته؟ قربان اون من ورم. آخه محسن داشتیم؟ نه آقا،
بریم برگردیم. در ایام دهه زجر در خدمت حجت الاسلام دستاوردیان هستیم تا از دستاوردهای نظام در زمینه‌های مختلف برامون صحبت کنه. حاج آقا از سیاست خارجی شروع کنیم. السلام علیک بسین بساط خدمت امام خوبی ها و مقام عظمای ناقصی ها. اجازه بدید بنده این خبر خوب رو خدمت شما بدم که در زمینه سیاست و روابط خارجی این روزها همه رابطه های ما ختم به خیر شد الحمدلله. یعنی چطور حاج آقا؟ منظورتون رو متوجه نمیشم، اگه میشه یه خورده شفاف سازی بفرمایید. بله، منظور نظر اینه که این روزها ما سراغ هر کشوری که میریم و بهشون میگیم با ما رابطه برقرار میکنید، اونا هم خیلی با اقتدار میگن خیر و به این ترتیب همه رابطه هامون ختم به خیر میشه الحمدلله. بله خب در زمینه پزشکی چه دستاوردهایی داشتیم؟ بله عرض کنم خدمتتون که در زمینه پزشکی کتاب هاریسون که در دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس میشد رو آتیش زدیم و زمینه رشد طب ولایی رو فراهم کردیم الحمدلله. حاج آقا در مورد کرونا کاری نکردید؟ والا آیت الله کرونا خودشون تماس گرفتن، گفتن که 12 بهمن قراره با هواپیما بیان که بنده عرض کردم خدمتشون قدمتون سر چشم. اما 40 سال پیش خود امام راحل در همین روز با هواپیما تشریف آوردن که آیت الله کرونا خودشون شرمنده شدن وقتی اینو شنیدن، شروع به گریه کردن و استغاثه که گفتن بنده یک تار ابروی پرپشت امام هم نمیشم الحمدلله الحمدلله. خب در زمینه علوم هوافضا و پرتاب ماهواره چه دستاوردهایی داشتید؟ بله عرض کنم خدمتتون که در رابطه با پرتاب ماهواره نیروی انتظامی این پروژه رو دست گرفته و برخلاف قدرت‌های شرق و غرب که ماهواره رو به سمت آسمون پرتاب میکنن، نیروی انتظامی ماهواره رو با رسیور و دیش و صاحب ماهواره و همه چیز از پشت بوم به سمت زمین پرت میکنن. الحمدلله. یعنی از اونایی که میندازن بالا ندارین؟ از اونایی که میندازن بالا اونو که خود مقام عظما پروژهشون رو دست گرفتن و شب به شب یه مسقال حق میندازن بالا تشریف میبرن ما. گفتم ما یادم افتاد که قرار در یک پروژه سازمان هوافضای سپاه یه گردان بسیجی رو بفرسته به ما الحمدلله. حاج آقا ماه که قبلا فتح شده اونجا رفتن که. خب باشه به کوری چشم دشمنان ما میریم خورشید. حاج آقا خورشید شما میدونید اونجا چقدر داغه؟ خب به حول و قوه قلمی و با عنایات مقام عظما شب میریم که خنک‌تر باشه الحمدلله. بله مصاحبه‌ای بود با حاج آقا دستاوردیان. خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما تلاش میکنیم تا با اجزای متنوع و متفاوت خبرهای مختلف رو پوشش بدیم و برنامه‌های شادی رو براتون تدارک ببینیم. مهران جان قرمه سبزی حرف میزنی اما خب خورشت کرفس عمل میکنی ها. محسن تو هم نگه داشتی آخر برنامه زدی تو پر ما. نه با تو نبودم، رادیو روشن بود با اون بودم. باش آقا، تا یه دیدار دیگه، خدا حافظ همگی. آقا مراقبت فعلا. رادیو اکتیو، رادیو اکتیو، رادیو اکتیو.